سرخط مهمترین خبرها: 50 نجات دهنده برای کمک به ترکیه رفتند. در جای تنگ در دوشنبه راه 3 قبطه ساخته می شود و سوختار در کارخانه ماهر سمنت که 2 نفر را قربان کرد. درود بینندگان عزیز، امروز 9 فوریه است و آخرین خبرها را در برنامه نوید بامدادی تقدیمتان میکنیم. شب گذشته 50 نجات دهنده از تاجیکستان به ترکیه رفتند. طبق اطلاع دریافتی، نجات دهندگان و هم کمک‌های بشردوستانه طریق هواپیمای شرکت ترکیش ایرلاین ساعت 4 صبح 9 فوریه راهی منطقه‌های آسیب دیده ترکیه شدند. خبرگزاری از پلوس نوشته است بجز از نجات دهندگان اینچنین چند جراح و پزشکان شکسته‌بند هم برای کمک به مردم از زمین لرزه آسیب دیده به ترکیه می‌روند. گروه نجات دهندگان تاجیک زیر رهبری سلیمان عیسی‌زاده، معاون رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجنی در ترکیه کار می‌کنند. گفته می‌شود که این بار اول است که تاجیکستان نجات دهندگان خود را برای کمک به کشوری دیگر می‌فرستد. یکی از کمک رسان‌ها به خبرگزاری از پلوس گفته است کارشان در منطقه‌های آسیب دیده ترکیه آسان نخواهد بود، اما تا حدی توان کوشش می‌کنند به مردم ضرر دیده کمک رسانند. بعد زمین لرزه سخت صبح 6 فوریه در ترکیه و سوریه چندین کشورهای جهان به این کشورها دستیاری دراز کردند. از جمله در تاجیکستان بجز از دولت، مردم نیز در سفارت ترکیه موادهای اولیه جمع آوری کردند تا برای مردم ضرر دیده رسانده شود. با نوشته رسانه‌های محلی از تاجیکستان به ترکیه در حجم 25 تن کمک بشردوستانه فرستاده می شود. طبق آمارهای اخیر تعداد هلاک شدگان بر اثر زمین لرزه در ترکیه و سوریه از 12,000 نفر گذشت. خبرگزاری BBC نوشته است با پیدا شدن قربانیان نو از زیر خرابه‌ها آمار تلفات زیادتر شده ایستاده است. با نوشته منبع امید برای زنده یافتن آدمان از زیر خرابه‌ها هر چیز کمتر می شود. در جای مجسمه تانک شوروی در یکی از کوچه‌های مرکزی پایتخت راه 2 طبقه ماشین رفت خواهند ساخت. در این باره مسئولین کمیته ساختمان و معماری 8 فوریه ضمن نشست خبر اطلاع دادند. لطف‌الله اسماعیل زاده کارشناس لایحه بنیاد استکاده از کمیته معماری و ساختمان به خبرنگاری از پلوس گفته است که از حدود گردش کوچه سینا و سعدی شیرازی معروف به پروفسیوس تا منطقه به اصطلاح تانک 3 استکاده یا راه 2 قبطه ساخته می شود. هدف از بنیاد این راه 3 طبقه کم کردن تنبشوی نقلیات گفته می شود. مسئولین کمیته ساختمان گفتند سنه شروع ساختمان هنوز معلوم نیست چون آنها منتظر موافقت شدن لایحه با دیگر نهادها می باشند. لطف‌الله اسماعیل زاده گفته است به خاطر بنیاد راه 3 طبقه تنها بینای ریاست کارهای داخلی دوشنبه تخریب می شود. بنیاد استکاده در منطقه معروف به تنگ به آن خاطر برای ساکنان پایتخت مهم است که شاید تنبشوی ماشین ها را در این قسمت شهر از بین برد، چون صبح و شام از نزد کارخانه نساجی تا قریب فروشگاه صدبرگ تنبشوی زیادی ماشین ها مشاهده می شود. حکومت کنیا تصمیم گرفته است در آینده نزدیک میلیون ها پرنده از جمله یک نوع گنجشک زیبا را نابود کند. دهقانان میگویند امسال گنجشک های سرخ منقار به حد زیاد شدند که کشتزارهای عظیمی آنها را از بین بردند. دهقانان برای کمک به حکومت مراجعت کردند و حکومت هم راه خلاصی را در پاشیدن زهر بر سر پرندگان دیده است. همکارم طاهر سفر گزارش می‌دهد. جنگ با لشکری عظیمی دشمن با نام گنجشک سرخ منقار که دهقانان کنیا را به تنگ آورده است، تنها در ولایت کیسومو 120 هکتار شالی را محو کردند. کنای غربی خودش تنها 5000 تن برنج تولید می‌کند، ولی 3/1 آن را پرنده ها می‌خورند. دهقانان ما از بانک قرض می‌گیرند و باید آن را با بهره برگردانند. زیان پرنده ها مانع برگردانیدن قرض می‌شود و حالا ما به قرض غوطیده ایم. برای خلاص کردن دهقانان از این بلا حکومت تصمیم گرفته است 6 میلیون پرنده را نابود کند. کشاورزان میگویند این کار باید دائمی باشد. من از حکومت ولایت و حکومت مرکزی میخوام همراه کار کنند، زیرا راه نجات وجود دارد. محو این پرنده ها باید منتظم صورت بگیرد. امیدوارم هر سال برای این کار پول اختصاص میدن و کاری دائمی میشود. حکومت هم راه خلاصی از پرنده ها را در پاشیدن زهر کیمیاوی با نام فنتیان دیده است که برای انسان و دیگر موجودات هم خطر دارد. حامیان جانوران میگویند این راه زودی خلاصی از پرنده عاقبت خوب ندارد.
حکومت راه‌های نظارت تعداد پرنده ها را جستجو می‌کند و راه آسان را در پاشیدن داروی کیمیاوی دیده است. آنها دارو را بالای پرنده ها می‌پاشند و آنها می‌میرند. همین اصول را برای نظارت تعداد پرندگان مدت‌های دراز به کار می‌بردند. حامیان جانوران میگویند برای مانع شدن به افزایش بیش از حد پرندگان حکومت باید راه‌های بی‌ضرر را پیش بگیرد. ما می‌خواهیم حکومت راه‌هایی را پیش بگیرد که خطر نابود شدن دیگر جانوران از بین برود. همچنین شیوه‌های کشاورزی به راه مانده شود که تعداد پرنده‌ها از آن حساب زیاد نشود. از بس که کشت غله‌دانه مثل گندم و شالی زیاد است، پرنده‌ها نیز به سبب فراوانی غذا زیاد می‌شوند. برای همین به نظر من پاشیدن دارو راه درست نظارت این جانوران نیست. خشکسالی دوامدار در افریقا امسال باعث خشکیدن علف‌ها خوراک اساسی گنجشکان سرخمینقار شده است و از این رو به جو گندم مردم رو آوردند. این جانوران روزانه تا 10 گرم دانگی میخورند و سال 2021 دهقانان کنیا از دست آنها 50 میلیون دلار زیان دیدند. در نتیجه سوختار در کارخانه ماهر سمن یک شهروند چین و یک شهروند تاجیکستان جان دادند. مسئولین کمیته حالتهای فوق‌العاده در ولایت ختلان گفتند حادثه روز 31 ژانویه امسال رخ داده است. سوختار در لوله‌های انتقال سمن رخ داده است. به گفته منبع لو و شهروند 40 ساله چین و تبر تشه 35 ساله در پی سوختار جان داده، 6 نفر دیگر جراحت برداشتند. از میان مجروح شدگان 2 نفرشان چینایی می باشند. حکومت آلمان ارسال 178 تانک نوع لئوپارد یک را به اوکراین تصدیق کرد. در این باره در اظهارات مشترک وزیران اقتصاد و مدافع آلمان خبر داده شده است. به اطلاع تلویزیون ARD حدود 20 تانک ابتدای تابستان به اوکراین ارسال خواهند شد. در 3 ماه دوم سال 2024 بیشتر از 100 تانک دیگر به اوکراین ارسال می شود. عین زمان تانک‌ها در کارخانه‌های صنعتی و یا در انبارها هستند. به نوشته نشریه زودیز زیتینگ، کارخانه‌های صنعتی مدافع آلمان 90 تانک لئوپارد 1 را تعمیر می‌کنند که سال‌هاست در انبارها نگاه داشته می‌شود. 88 تانک دیگر را از ایتالیا می‌آورند. 2 هفته پیش صدر اعظم آلمان اولاف شالز گفت کشورش به اوکراین 14 تانک نوع لئوپارد 2 را نیز ارسال خواهد کرد. این تانک‌ها باید تا آخر ماه مارس سال جاری به اوکراین رسند. سفیر روسیه در آلمان سرگئی نچایف تصمیم برلین را برای ارسال تانک‌ها خیلی خطرناک عنوان کرد. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان بقازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 9 فوریه را فرا می‌گیرد. 9 فوریه سال 1441 بر اساس برخی منبع‌ها شاعر تاجیک علیشیر نوایی تولد شده است. 60 سال عمرش اساساً در زادگاه شهر هرات افغانستان امروزه کار و فعالیت کرده خود را شاگرد عبدالرحمن جامی مینامید. تجربه با موفقیت کار در دربار تیموریان را داشت و به خاطر شاعری دوزبانه بودنش بعداً سردفتری ادبیات کلاسیکی ازبک هم برگزیده شد. مؤلف مجالس النفایس، دیوان فارسی، مثنوی منطق الطیر است که بهای بلند ادبی گرفته است. 9 فوریه سال 2004 در یک حمله بیگانه ستیزان در شهر سنت پتربورگ روسیه دختر مهاجران تاجیک خورشیده سلطانووی 9 ساله به قتل رسید. در این حمله گروهی پدر و برادرش با جراحت‌های جان به سلامت بردند، ولی در بدن دختر تاجیک 13 زخم کورد ثبت شد. این یکی از مدهش‌ترین جنایت‌ها بر اساس بدبینی ملی بود که در اوج بیگانه ستیزی در جامعه روسیه رخ داد. بعد این هم حمله‌ها به مهاجران در روسیه کم نشد. 9 فوریه سال 2019 پرزیدنت تاجیکستان قراری نوی حکومت را امضا کرد که ثبت تکراری سیم کارت‌های تلفن‌های موبیل را تقاضا می‌کرد. بهانه حکومت ضرورتی بر اساس شناسنامه‌های نوی بیومتری پلاستیکی ثبت شدن سیم کارت‌ها به خاطر نظارت بهتر و تامین امنیت بود، ولی این طلبات به خاطر خراجات تکراری و مهلت محدودش نارضایتی مردم را به بار آورد. از آن زمان 3 دفعه مهلت حتمی ثبت نام سیم کارت ها تمدید شد. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان $100 آمریکایی تا 1030 سوم ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد 145 سوم برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است.
بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بامدادی بود. تشکر که برنامه‌های رادیوی آزادی را پیگیری میکنید.